علیاصغر شیردوست سفیر پیشین ایران در تاجیکستان از سیاست‌های کشورش در برابر دوشنبه انتقاد کرده است. او گفته است نافهمی که میان تهران و دوشنبه به وجود آمد فقط از راه گفتگو، رواعا و ایجاد باوری رفع خواهد شد. دیپلمات ایرانی در این باره روز 23 اپریل در صحبت با پایگاه خبری تحلیلی فرارو اظهار نظر کرده است. علیاصغر شیردوست از سال 2007 تا 2013 سفیر ایران در تاجیکستان بود. سفیر پیشین ایران در مصاحبه با فرارو گفته است وزارت کارهای خارجی کشورش 5 سال قبل با پایان مأموریت او به مدت 1.5 سال کسی را سفیر تعیین نکرد. به قول شیردوست همین مسئله سوء تفاهم‌های را برای حکومت تاجیکستان به وجود آورد. او در ادامه گفته است در این سالها بسیاری از منفعت‌های ایران در تاجیکستان به خطر افتاد و نهادهای ایران در تاجیکستان بسته شد و مشکلات به وجود آمد. این در حالی است که به گفته شیردوست وقتی وی به عنوان سفیر به تاجیکستان رفته بود تلاش کرد یک تفاهم و باوری و اعتماد را بین دو طرف به وجود بیارد. سپس او به عملکردهای خود در دوران مأموریتش و بهبود روابط میان دوشنبه و تهران اشاره کرده است. او گفته است دوام 5.5 سال سفیری او ناراحتی‌های قبلی برطرف شد و همین زمینه را به وجود آورد که ایران بتواند در تاجیکستان فعالیت‌های جدی انجام دهد. تاجیکستان و ایران طی تقریباً 3 سال اخیر مرحله مشکل همکاری را پس سر می‌کنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پول‌های گویا گم شده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به کنفرانس تهران به وجود آمده است. نقطه اوج این بحث اتهام وزارت امور داخلی تاجیکستان در ماه آگوست سال 2017 علیه جمهوری اسلامی بود که در یک فیلم مستند گفت ایران قتل چند چهره سرشناس تاجیک در سالهای 90 از جمله سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای عالی و رهبر پیشین حزب سوسیالیستی را سرمایه‌گذاری کرده بود.